موسوی به عنوان طرف مذاکره با نماینده آمریکا تعیین شد. این انتخاب از همان آغاز مخالفینی داشت. مخالفین اعتقاد داشتند وی نمیتواند به خوبی از منافع ملت ایران دفاع کند. بیانیه میگه ایالات متحده آمریکا تعهد مینماید که سیاست ایالات متحده این است و از این پس این خواهد بود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سیاسی یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله ننماید. خب این دقیقاً درست برعکس اون چیزی است که مجلس تصویب کرده. حالا من عرض میکنم بهتون. دقیقاً یه خود سفت هم نگین دقیقاً درست برعکسه. بگین اقلاً اختلاف داره به قول شما. ببینید وقتی شما این رو امضا میکنی، دولت ایران امضا میکنه، یعنی این که قبول داره دیگه. همونطور که آمریکا وقتی امضا میکنه قبول داره، ایران هم امضا میکنه، یعنی این عبارات رو قبول داره. وقتی میگه سیاست ایالات متحده این است و از این پس این خواهد بود، یعنی الان این بوده دیگه. یعنی پس بنابراین دولت ایالات متحده هیچ این بوده معنی نمیده. ببینید این است یعنی از حالا این است. تو پس از این پس این خواهد بودش چی پس؟ بله. حالا یعنی دو بار تاکید شده که این نیست. این است یعنی اینکه روال عادیشه. یعنی اینکه آمریکا 28 مردادی توی ایران نبوده، 15 خردادی نبوده، کاپیتولاسیونی نبوده. یعنی اصلا یعنی شما عوض اینکه آمریکا رو وادار کنید بپذیره که در ایران دخالت کرده، شما پذیرفتید که آمریکا هیچ دخالتی نکرده. مصوبه مجلس از ما تعهد خواسته بود، از ما خواسته بود که از آمریکا تعهد بگیریم از این پس در امور داخل ایران دخالت نکنیم. اون تعهد رو ما گرفتیم. منتها طبیعیه که اگر از این پس رو به تنهایی مینوشت آمریکا، بلافاصله میشد ببریمش دادگاه. تمام رئیس جمهورهای آمریکا رو، دولت آمریکا رو میتونستیم بکشیم به دادگاه که یعنی تا حالا بوده و از این پس نخواهد. اینها از ترس اینکه دادگاهی نشن، میبینین جملهش هم یه طوریه که اصلا جور در نمیاد. تعهد مینماید که سیاست آمریکا بر این است و این ناظر به گذشته نمیشه. توجه میکنین؟ تعهد مینماید، این تعهد نمودن یعنی در واقع از حالا به بعد. توجه میکنین؟ که سیاست آمریکا بر این است، یعنی فوقش اشعار داره به لحظه‌ای که داریم صحبت میکنیم در واقع، نه اینکه